السلام علیکم و رحمت الله و برکات. از بهترین مکان در روی زمین، از مکه مکرمه، از پیش خانه الله مهربان دعا کردنی هستم. الله پاک پروردگارا عمره ما و شما را به درگاه بینایزش قبول کرده باشد. الله مهربان گناههای ما و شما را عفو کرده باشد. الله مهربان ما و شما را یکی از بنده های خالص و مخلصش قرار داده باشد. الله اکبر. برادرو، ویزای ما را به پایان رسیده ایستاده است و قریب 3 ماه شد در این سرزمین مقدس هستم. خب یاد از وطنی بیشت آسان میکنم و دلم برای وطنم گره برجین میزنه. الله مهربان ما دعا میکنیم که ساق سلامت به پیش اهل و بیت، به پیش زن و فرزندا، به وطن جان برگشتن نصیب و روزی کردن باشه. الله اکبر. برادرو، انشاءالله به امر خدا به وطن رفتم با یادداشت ها از مکه مکرمه ای مدینه منوره به شما سخن میگم و الله مهربان چی گفتنی هستم که چندین بار شد من از شما عذر بخشش میپرسم. مردم سربلند تاجیکستان عزیزم، بعضیشون اباچه بیا همدیگریمون رو ببخشیم، اباچه بیا در زندگی پهلوی همدیگر باشیم، اباچه بیا شکرانه این دولت و این ملت و این سرزمینی بیشت آسا کنیم. برای همین خب حج این است که باید ما اصلاح شویم. ظاهرا نیکن باطنا باید ما اصلاح شویم. ظاهرا میبینیم بسیار جوانمردای خوب، بسیار سخنهای خوب، که باطنا دلمون باید خیلی سیاه نباشه. اباشه این قدر میگم که بیا بخشش کنیم، شما حاضرم سخنهای ناجا میگیم. خدا هدایتم کنه و انشاءالله خدا خواسته باشه تاجیکستان رفتم با شما سخنها میگم. زنده و سربلند و خان آباد باشین. الله اکبر.